ما یک گروه دانشجوی از شما یک سوال داریم. سوال چنین است: یک معلم داریم، نام و نسبش شرط نیست، از ما سوال میکند همان خدایی که شما او را میپرستید در کجا هست؟ اثبات کنید. هر چی میگویید، هر چی میگویم قبول ندارد. گفتیم بیا نزد داملا میرویم، میگوید که داملا نیز مثل شما است. داملا شما چی میگوید؟ ما با این معلم چگونه معامله کنیم؟ او را سلام دهیم یا نه؟ جوابش را انتظارم. با شما اخلاص خیلی زیاد دارم. ما در برابر معلمی که خدا را تحقیر کند، مسجد را تحقیر کند، داملا را تحقیر کند، ما اون گونه معلم قطعی رابطه نداریم. ما با معلم رابطه داریم که غمخوار فرزند ماست، فرزند ما را تربیت درست میکند، با فرزند ما معامله خوب میکند. همان خدایی که بچه من پرستیشش میکند، همون معلم قدما رابطه دارم که با همون خدا آشنا باشد. وجود خدا برای شما طلبه های عزیز، دانشمنده های عزیز، هیچ دوره نرویم. ذکر خدا نزد حضرت امام آمدند و گفتند ای امام اعظم، خدایی که تو پرستش میکنی و میگویی که وی یکه و یگانه است، وی را بار دیدگی هستی؟ مثل بعضی از همون اتئیستایی که آنچه را که میبینن باور میکنن، آنچه را که نمیبینن باور نمیکنن. اون خدایی که تو پرستش میکنی وی را دیدگی هستی؟ در درالمختار در مقدمش حضرت امام میگوید که در جامع الرموز میگوید من خدای خودم میگه در خوابم 100 مراتب دیدگی هست. حضرت امام ابو حنیفه میگوید که حضرت شبها خوابم نداشتند، 100 بار خدا را در خوابم دیدگی هست میگوید. این منکری خدا، این بی خدا چنین سوال کرد. حضرت امام چی گفتند؟ سبحان ربی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. آیت تلاوت کردند، از سوره انعام است. حضرت امام گفتند خدای من میگوید که چشمهای شما قدرت مرا دیدن ندارند، لیکن چشم من همه شما را میبینند. این به خدا چی گفت؟ گفت خدا را ندیدی؟ گفت نه ندیدم. گفت آیا گفت همون خدایی که تو عبادتش میکنی بار به دستت قپیدگیش هستی؟ گفت نه. گفت قپیدگیش هم نیست. گفت آیا از او یگان صحبت شنیدگی هستی؟ صدای او را به گوشت شنیدی؟ گفت نه نشنیدم. گفت آیا خدای تو گو یگان بوی دارد؟ بوی. حضرت در این جواب بی خدا فقط چی میگفت؟ لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این خدای من مانند ندارد، با قدرت خدای من هیچ قدرت برابر شدن نمیتواند. خدای من بیناست، خدای من شنواست. این بی خدا چی گفت؟ بادام خدای را که ندیده باشی، از خدایی که تو هیچ صحبتی شنیده نباشی، از خدایی که بوی به تو نرسیده باشد، از خدایی که دست تو در وی نرسانده باشی، پس چگونه تو بر من اثبات میکنی که خدای تو وجود دارد؟ اثبات کن کنی همون خدا. الحال در این زمان ما و شما هم این چنین ملحدا و به خداها خیلی زیاد شدن. حضرت امام چی گفتند؟ حضرت امام گفتند ای مرد که این کار خدا میکنی، آیا گفتند عقلت را دیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را دیدگی نیستم. آیا گفت از عقلت چیز شنیدگی هستی؟ گفت نه، از عقلم چیز شنیدگی هم نیستم. آیا عقلت را به دستت قپیدگی هستی؟ گفت نه. گفت عقلم را به دستم نقپیدم.
آیا عقل تو گو بوی دارد؟ گو نه، عقل من نمیدانم بوی دارد ندارد. گو در آخر من از تو سوال میکنم تو عاقل هستی یا دیوانه؟ گو من عاقل هستم. گو مادام عاقل باشی عقل تو کجاست؟ میگه این بی خدا مستر ماندن، گفتن من عقل دارم لکن نمیدانم که در کجاست. حضرت امام گفتن مادامی که عقل داشته باشی و ندانی که همان عقل تو در کجاست، تو از من گفت پند بگیر. این عقل گفت مخلوقی خداست، این خدا آفریده است. مادام تو مخلوق خدا را دیده نمیتوانی، پس چگونه این خدایی که خالق این عقل توست وی را میبینی؟ مثال میارم، یک کمپیر میگوید یک چرخ ریسی داشت، چرخ میریست، رشته میبافت، چرخه میگویم. یک جوان آمد پرسید ای ماما، گفت وجود خدا را چگونه اثبات بکنی؟ وقتی چرخه دور میگشت، چرخه را از دستش دور کرد که چرخه باز ایستاد. گفت ای جوان، گفت همین چرخه گفت احتیاج به تاب دادن من دارد، حرکت من دارد، پس این آسمان و ستاره و مهتابی که دور میزند آیا اینها را کی حرکت میدهد؟ جوان قانع شدند. برای آدمی با عقل یک نکته بس است، اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. حضرت امام ابو حنیفه ما و شما، صاحب مذهب ما و شما را گفتند خدا را اثبات کن. یک گروه ممیت آدمای بی توفیق مثل این معلم گفتند خدا را اثبات کن، چگونه وجود دارد؟ گفتند مرا 2 روز مهلت دهین. میلش 2 روز بعد حضرت امام ابو حنیفه آمدن و گفتن اثبات کن. تو چرا گفت 2 روز مهلت گرفتی؟ گفت من در فکر یک کشتی بودم، یک کشتی که در بحر حرکت میکند، بی راننده رفته ایستاده است. من در فکر همو بودم که این کشتی بی راننده، بی شفیار گویم چه حرکت میکرده باشد. این به توفیقان گفتن تو گفتن خیلی به دانش بوده، 2 روز برای همین تحمل، برای همین فکر کردی که کشتی بی راننده چگونه حرکت میکند؟ تو نمیدانی که کشتی بی راننده حرکت نمیکند. گفت سری مقصد آمدی. مادام کشتی که بی راننده حرکت نکند، این دنیا را که حرکت داده ایستاده است؟ این ستاره هایی که حرکت دارند، این ماهتاب و زمینی که گردش دارد حرکت دارند، اینها را که حرکت داده ایستادند؟ ای بی سواد گفت. در حال میگوید آدمی با فهم که بود، در حال گفت که من تسلیم شدم. در حال اگر همین معلم از این مثال ها هم که اگر عبرت نگیرد، ما در وجود خدا باوری داریم. اون که عالم ها با معلم هاش باور کردن، همین تو باور نکردی میلش آخی. آی دانشجوها غمگین شدن، من به خدا قسم پروایی ندارم. برای چی؟ برای که پروردگار گفت و من کفر فإن الله غنی حمید. آخه اگر روی دنیا که کافر شود، ای بنده های خدا ترس، پروا نکنین، خدا دوزخ دارد.